چیکار می‌کنی آقا؟ پاشو داری آتیش میزنی؟ نه بابا آتیش چیه؟ اینی که می‌بینی بهش میگن تونل دود. اینا که می‌بینی عنبرنسارا و تخم گیسنیزه. من به وسیله همین تونل دود و همین عنبرنسارا و تخم گیسنیز 10 نفر که دیابت داشتن قرار بود پاشون به خاطر زخم پای دیابت قچه از نقص عضو نجاتشون دادن. پفک نمکی نیست که تو هر بقالی گیر بیاد هم توی خیلی راحت قحطش می‌کنیم بعداً برین دنبالش حالا یه کاری می‌کنینش که رفیق من عزیز من دور سرت بگردم. اکثر بیماری‌هایی که میگن علاج نداره و درمان نداره مثل پارکینسون، مثل ام اس، مثل آلزایمر، مثل روماتیسم، مثل پسوریازیس، درمان اینا خیلی راحت تو دل طبیعت پیدا میشه. فقط کافیه علت بیماری رو بدونی و اینکه بدونی تو دل طبیعت چه دارویی وجود داره که اون بیماری رو درمان میکنه. برای پیدایش آگاهی نسبت به درمان بیماری‌ها کافیه پیج منو دنبال کنی، وارد پیجم بشو، 3 تا پست آخر منو ببین، هایلایت درباره منم حتما ببین. راستی اگر